این غذای خوشمزه که ما بهش میگیم شوربا کوفته بین ما کردا خیلی طرفدار داره. من این بار با روش سنتی و قدیمی درستش کردم. گوشت رو با گوشت‌کوب چوبی روی این سنگ که مخصوص همین کاره میکوبیم تا له بشه. گوشت که له شد کم کم سیر، فلفل تند و بخشی از پیاز رو هم به اضافه و میکوبیم تا یک دست بشه. سپس مابقی پیاز، نمک، آرد سفید، نعنای کوهی، تخم مرغ، زردچوبه، فلفل سیاه و قرمز، برنج نیم دانه که از قبل خیس کردیم، پیازچه، مرزه و کمی هم جعفری و خور شده رو اضافه و خوب ورز میدیم. لپه پخته شده رو هم میکوبیم و اضافه میکنیم. ورز میدیم تا منسجم بشه. دستمون رو با آب خیس میکنیم و اندازه یه نارنگی از مواد کوفته رو برمیداریم و گرد میکنیم. برای سسش کره یا روغن حیوانی رو بریزید تو قابلمه، بهش پیاز خورد شده و زردچوبه اضافه کنید. وقتی پیاز سبک شد لپه خیس خورده رو اضافه و یه کوچولو تفت بدید. دنده و استخوان گوساله رو که از قبل با آب و پیاز و زردچوبه کامل پختم بهش اضافه میکنم. اگه آبش کم بود کمی آب جوش میریزید. نمکم بزنید و درش رو بذارید تا لپه بپزه. کوفته ها رو آروم اضافه کنید، با در نیمه باز بذارید تا بپزه. حدود 40 دقیقه زمان میبره. مقداری نعنای خشک به آب کوفته اضافه میکنیم که عطر خیلی خوبی بهش میده. اواخر پخت هم سیب زمینی رو اضافه و میذاریم بپزه و جا بیفته. نحوه سروش هم به این صورته که ما آبش رو تیلیت میکنیم و مخلفاتش رو با نون و سبزی تازه نوش جان میکنیم. دوست عزیز اگه از اکسپلور پست رو میبینی، فرشته قربانی هستم، حتما به پیجم سر بزن که کلی آموزش خوشمزه و رایگان دارم تو پیجم.